سلام، عرض ادب و احترام. شمشی بهروز ملقب به شمشک. چرا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم رسمی و شناسنامه ایشون شمشی هستش. همونطور که شما فرمودید، شمشی در واقع دو معنا و مفهوم داره در فرهنگ بلوچی و در زبان بلوچی. یکی به معنای در واقع میشه گفت یک سبزی که خوراکی هم بوده و خودرو بوده. دوم، خدمت شما عرض شود، یک نوع دوختی هست که در حاشیه روسری دوخته می شده به خاطر زیبا کردن در واقع روسری. و به مرور زمان یا همون موقع زمانی که ایشون کوچیک بوده، مادرشون به جای شمشی که اسم در واقع رسمی هست اومده از اسم شمشک استفاده کرده. این کاف دو تا معنا مفهوم داره. یکی معنای تحبیب هست و دیگری به معنای تصغیر هستش که محبتی که در واقع مادرشون نسبت به ایشون داشتن از شمشک استفاده کردن و همین اتفاقا همین شمشک هم بیشتر معروف و مشهور شده و با این در واقع اسم مورد خطاب قرار گرفته است. دستون در نکنه. سلامت. اگر توی ضرب خارج شد اصلا نگران نباش. ضرب ها رو من درست میکنم، فقط سالم بخونه، دنبال سالم خوندنش باش. خوب یعنی اگر جای تو چاره پش کپته یعنی ریتمت دندان در کپته یا کمو که نگران ما به توارتی که باید استاندارد شریستر بان که اما پیسری گوشی استاد بگا بان پیسری گا نه برای دو آخرین بار و الان استارت قوی داریم میریم از این لحظه. بریم. برو. بیبی فاطمه ملوله بیبی فاطمه ملوله حسن جان شتا شکارا حسن جان شتا شکارا بیا صبح لگاما بیا صبح لگاما بیزام بی کتارا ای کود کاملاله بیبی فاطمه ملوله بیبی فاطمه ملوله حسن جان شتا شکارا حسن جان شتا شکارا بیا صبح لگاما بیا صبح لگاما بیزام بی کتارا ای کود همه ضعیف همون جوری که تو میخوندی همیشه هر وقت همون یا کشاونته همارنگه بوان بله سیکن که ضعیف بکنو یعنی بله بس فاصله تمام ایشان رعایت بکن تو یا بله که تیز گوشه پدا سست گوشه پدا یواش گوشه یعنی خارج ما به سیکن کوتا اما چیز تو که بدار آنگه کاملا بیا دو گوشانش بایی بودیم آو تو یه بگوشی خب بریم. برو باری بسم الله کن بی فاطمه پیغمبر دوستو بیا منی میمان ببی و بیا منی میمان ببی جانون سرون قربان کنون و بی فاطمه پیغمبر دوستو بیا منی میمان ببی و بیا منی میمان ببی بیبی فاطمه ملوله حسن جان شتا
چیه؟ مرسی. خوبه. اگر باشه. استاد یه جایی رو میبینی که واقعا از کوک خارجه، بله. بازم من درستش آره، میکنم، از نگران خارج نباش. میشه. تاجی؟ میدونی جریان چیه این خارج شدنش؟ خارج شدنش خالد باشین که اگه از اکسپورت خارج بشه خارج شدنش استرس. جریانش میدونی چیه؟ اینه که اینا شیوه و طرزشون اینطوریه، یکی میخونه حدود 15 نفر 20 نفر جواب میدن. خب الان این 15 نفر 20 نفر رو اعمال بکنم براشون یا نه؟ اگه این فقط اینا رو بگین که من این 15 آره. نفر 20 آره. نفر رو اینجا اعمال آره، کنم. اعمال کن که این این چیز کارو تکرار بکنی که کنی. نور الان میشه. خب یعنی توی آلبومش اینا رو من میذارم بله. و صحبت الان اینه این یکی تمومه. آره، این تمام. ببین خوبیش این باید تکرار بشه، یعنی اون کسا 15 نفر 20 نفر این رو باید تکرار کنن. شما یه زحمتی براتون بله. قسمت دارم. خب. چه این برگه ای رو برای بله. من آماده کنیم برای هر قسمت از لالاییایی که کورال داره بله و شما تنها حرکتی که میکنی اون قسمت های تکرار رو اگر 5 دفعه یه بار میخونه تکرار یه بار بله. تکرار یک برگه کامل پشت و رو اگر جا میشه اینو کوچیک کوچیک بنویسین که من تعداد تکرارها و اینا رو بدونم. و خوبیش اینه که یک مثلا یک قسمت رو چند بار تکرار میکنه و ما اگر جای مشکل باشه میتونیم از جای دیگه کپی داشته باشیم. آره من امشب اینا رو براتون می‌نویسم. اصلا نگرانین اینا رو زحمت رو فقط باش. بکشید نه این که کارو من میکنم. اون به نحو احسن تر یعنی این اصلا خیلی در واقع قشنگ و زیبا میشه که متوجهم. همراه با مکانش خیلی جواب مهمه. باشه. آره مکانش همراه با خیلی جواب مهمه. باشه. کاشکی یک مسئله دیگه اینه که کاشکی یکی از عزیزانش که خیلی دوستش داره که کنارش میبود از دخترهایی که آره. دوستشون داره یعنی آره. خود شمشو آره کنارش میبود خیلی تاثیرگذار آره. میبود. خب این تموم شد. این تموم شد. این تمامه بریم. آره. هر دومی کجا می؟ دومی اما ما روی دیوانا رسول اگان ماروی دیوان رسول الله. پیسر بودی که ما تو انچه که تو پیسر وان. ببین مادر پیغمبرین دوست و بیا منی اگر اسمشون رو صدا کنم یاد بیا گوشتگان دستور شارم چمولا زیرو چیز دینو کانٹری شربتی آپا همی تاسا گوشتگی وادا دستور چی باشه دستا گوشتن دستور شارم چمولا زیرو چیز دینو کانٹری نه ما تاسه. اما تاسه که چیز دینو آب دستا زیری چی کنه ما آپا چستکان. دستور زیرا دستور چمولا زیرو چیز دینو کانٹری شربتی آپا نی سر که چون نه. یعنی آبی که گجری زبان تشبیه کته به نه آب مثلا اون دیوان رسول الله گندگان بیبی فاطمه میشون بلی زبان داری بله ببینید دیگه آقا مصطفی چیز جالبی هست اینجا گندگان بیبی تو فاطمه همین دانا توانا من درس میدادم یکی از شاگرده از من پرسید آقا میگن که شماها دشمن اهل بیت هستید فلان بهمان اینا گفتم که پسرم کی همچی چیزی گفته آقا ببخش آخوندهای ما گفتم والا من چی بگم حالا خیلی توهین میشه جسارت میشه ولی من همین اندازه به شما میگم ما در فرهنگ عامه خودمون در واقع حالا مذهب که هیچی خب اون که جداه یعنی نمیتونیم مثلا فرضاً ما وقتی که در فرهنگ ما امام محمد غزالی در کتاب احیاء علوم میگه حتی شما حق نداری یزید رو توهین بکنی لعنت ببری خب وقتی که ما مثلا تو مذهب ما حتی به یزید هم لعنت نمیکنن حالا چطور میشه ما بریم به در واقع اهل بیت پیغمبر چیز این یک مسئله گفتم اون که هیچی حتی فرهنگ عامه ما الان این چیزایی که ایشون گفتن یه مقدار حالت خرافه داره مثلا اونجا اگر من بیا معنی کنم برای شما میگه بی فاطمه ملور هست بی فاطمه یعنی غمگین هست چرا غمگینه برای که حضرت حسن رفته برای شکار چرا خب ناراحت غمگینه به خاطر اینکه شکار رفته اسب نداره اسبش زین هم نداره خب به خاطر این مسئله ولی خب این محبتی که در واقع اینها در حتی فرهنگ عامه که اصلا ربطی به مذهب و فلان نداره که اینها علاقمند هستن به در واقع اهل بیت و این تیکه رو من عمدن حقیقتا گفتم انتخاب کنم که بفهم بابا چرا این یه عده‌ای هستن میگن اختلاف رو میندازن اینا همین خدا رو میگن همین رو میگم نه که حتی فرهنگ عامه اگه شما نگاه کنید سه تا تیکه که الان ما خوندیم هر سه تا تیکه درباره حضرت فاطمه من بارها دیدم حتی در موضوع محرم توی رسم و رسوماتی که محرم سینه میزنیم دیدیم دوستانی داریم که بالاخره ما همه همسایه این دیوار به دیواریم برادریم
لحظه به لحظه همدیگه رو میبینیم. من دیدم روزه میگیرن حتی عاشورا تاسوعا، خیلی جالبه. یه چیز دیگرش ما اونا نمیدید، اون دیدنی نیست شاید، البته اون هم هست. یکی شما الان اگه بیان نگاه بکنید، ما در بین ما بلوچ‌ها در تاسوعا و عاشورا هیچ کسی ازدواج نمیکنه، عروسی نمیگیرن. خب جالبه براتون بگم که در فرهنگ دینی و مذهبی ما، خب در فرهنگ مذهبیشون، مذهب اهل سنت میدونید خدمت شما ارشد مویه و زاری و سینه زدن و این چیزا اصلا نیست، متوجه میشید؟ و خدمت شما عرض شود که مراسم عزا فقط 3 روزه، بعد از 3 روز دیگه تمام شد، دیگه سالگرد و فلان بهمان اصلا ما